به نام خداوند بخشنده مهربان. خب بینندگان عزیز، امروز در خدمت استاد محی‌الدین کبیری هستیم و می‌خواهیم صحبتی را راجع به آزادی شاه نعیم کریم از بازداشتگاه یونان با ایشان مطرح نماییم. خب پیش از همه استاد خوش آمدید به استودیوی ما در اول شما را تبریک میگویم به مولود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین تمام بینندگان عزیز را. و میخواستیم شما دیروز در آن دادگاه شرکت داشتید و از جریان دادگاه سخنرانی هم داشتید. میخواستیم در این باره کمی به ما شرح دهید که واقعا این چی دادگاه بود، چگونه برگزار شد و چی اتفاقی افتاد در آن دادگاه؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. تشکر زیاد و بنده هم در نوبت خود شما و همه بینندگان شما و کل مردم مسلمان را به مولود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تبریک میگم و این چنین آزادی برادر شاه نعیم را هم پیش از همه به خود ایشان، به اهل خانوادهشان و به همه کسانی که در جستجوی عدالت بودند هستند و انتظار شنیدن خبری خوش از این دادگاه بودند به اونا هم تبریک میگم. بله، ما دیروز با کمک خداوند و کمک همه دوستانی که پیگیر این قضیه بودند، چه از دعای مردم و چه از سازمان‌های بین المللی، دانشگاه‌ها، نهادهای رسمی، حکومت‌ها و سازمان‌های بین المللی، همگان یک تلاش دست جمعی صورت گرفت تا اینکه برادر شاه نعیم از زندان آزاد شود و مسئله استرداد او به تاجیکستان طبق درخواست حکومت تاجیکستان و اینترپول لغو شود. من فکر میکنم که یک پیروزی بسیار مهمی مظلومین بر بالای ظالمین است که معمولا در حیات بشری کم اتفاق میافتد. معمولا ظالمان پیروز هستند و مظلوم، به همون خاطر مظلوم گفته می شود که همیشه ظلم بالاش تطبیق می شود. اما گاه هم می شود که در حیات مظلوم بالای ظالم پیروز می شود و کاری که دیروز در دادگاه عالی یونان صورت گرفت، آزادی برادر شاه نعیم را هم می توان یکی از نمونه های پیروزی مظلومین بالای ظالمین بها گذاشت. در اصل چی اتهاماتی برای آقای شاه نعیم مطرح بود در این دادگاه؟ حکومت تاجیکستان با کدام اتهامات شاه نعیم را به اینترپول داده بود؟ اون اتهاماتی که بالای برادر شاه نعیم کریم هست، بالای همه کسان دیگر هم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در جستجوی اینترپول هستند یا حتی بدون اینترپول هم در پیگرد خود مقامات تاجیکستان هستند، همون اتهامات هست. و اتفاقا یک از سوالهای هم پروکورور یونان و هم دادگاه عالی یونان از برادر شاه نعیم این بود که آیا شما میدونید که حکومت تاجیکستان شما را با چه اتهام در جستجو قرار داده است و آدمکشی، تأسیس سازمان‌های جنایتی و این چنین مبلغ گذاری تروریسم و جنایتکاری. و آقای شاه نعیم من گفتن که بله میدونیم ولی همش دروغ است و این جواب کوتاه آقای شاه نعیم حتی باعث تبسم و خنده حاضرین گشت. ببینید تمام این اتهامات مثل که نسخه برداری شدند. شما اگر پرونده هر کدوم از این 35 نفر یا دیگر اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که محکوم شدند در تاجیکستان اگر ببینید در همش همین اتهامات هست ولی هیچ دلیلی وجود ندارد. حتی خود سوال پروکورور یونان هم این بود که به دادگاه گفت که درست است که ما از همکاران تاجیک خودمون این پرونده را گرفتیم ولی هیچ دلیلی مشخصی نیست که این محکوم شونده چگونه این جنایت ها را صادر کرده است. میگن که مبلغ گذاری کرده است، چگونه مبلغ گذاری کرده است. میگن که انسان کشته است، کی را کشته است، چگونه کشته است، آیا خودش شرکت داشت نداشت. اصلا یک حرفای عمومی و هیچ دلیلی مشخصی وجود ندارد. و حتی یک سوال هم اونا کردن که آیا دوستان شما را در تاجیکستان با همین گونه محکمه و با همین دلیل ها
زندانی کردند و حکم صادر شد. ما گفتیم بله با همین اتهاماتی که الان دست شما هست، با همین اتهامات دوستان ما در تاجیکستان محکوم شدن، هم پروکرور و هم سوفن. اصلا اینو دلیلی نیست در اینجا غیر از یک حرفای عمومی، دیگر هیچ دلیلی در این پرونده وجود ندارد. خب مشخص است که حکومت تاجیکستان از وقتی که این اتهامات رو مطرح میکند حتما میداند که این اتهامات ثابت نمیشوند، چون هیچ دلیلی ندارد. پس هدف از مطرح کردن و در اینترپول دادن، مثلا چگونه که یکی از نماینده‌های وکیده گفتن 35 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اینترپول هستند. هدف از مطرح کردن و در این اینترپول گذاشتن این اسمی افراد با این اتهامات که خودشون میدونن ثابت نمیشود، چه هدفی رو دنبال میکنن؟ اینجا هدف خیلی مشخص است، فضاسازی در جهان که ما داریم در اینجا با جنایتکاری و اکستریمیسم تروریسم مبارزه میبریم و با همین راه میخواهند که دقت جامعه جهانی رو جلب کنن و متقاعد کنن که واقعا در تاجیکستان یک مبارزه گلوبالی و مبارزه خیلی شدید علیه تروریسم اکستریمیسم داره صورت میگیرد و فکر میکنن که جامعه جهانی به این حرفا باور خواهد کرد. چرا؟ زیرا تمام جهان امروز از اخبار مبارزه با تروریسم پر هست، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در همه جای دنیا و هر کجایی که نام اسلامی و مسلمان هست در اونجا حتما دیگر دلیل زیاد لازم نیست برای متهم کردن یک نفر به اکستریمیسم و تروریسم. بنابر همین این وضعیت رو استفاده میبرن که اگر ما مثلا فکر میکنیم پرونده فرستادیم به یونان یا به هر کشور دیگر و بگیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متهم به تروریسم و اکستریمیسم میشود، امیدشون این است که حتما اون دادگاه یونانی یا مثلا فرانسوی، آلمانی یا هر کشور دیگر با اون پیش ذهنیتی که درباره حزب و حرکت‌های اسلامی در جهان دارد، بخصوص در عراق و سوریه و جاهای دیگر، حتما باور خواهد کرد که این طرف تاجیکستان یک دلیل مشخصی دارد که پرونده را فرستاده است. اما کسانی که وضعیت تاجیکستان رو خوب میدونن، حتی سوالی که پروکرور یونانی هم در اینجا در اون دادگاه کرد، گفت که من اصلا هیچ تصوراتی درباره تاجیکستان نداشتم. بعد رفتم برای تحقیق این پرونده، معلومات زیادی رو در اینترنت دریافت کردم، مطالعه کردم و با خلاصه اومدم. دو خلاصه گفت. یکی گفت خلاصه من این شد که در تاجیکستان واقعا قبل از اون که حزب شما رو ممنوع کنند یک کشوری نسبتاً آرام در مسئله اکستریمیسم تروریسم بوده است و حداقل هیچ حادثه بزرگی تروریستی و اکستریمیستی در تاجیکستان رخ نداد، در صورتی که در کشور همسایه شما این گونه حادثات زیاد بودند. دوم نکته که ایشان گفت ما مقایسه کردیم که حرکت اسلامی ازبکستان قبل از آن که حکومت ازبکستان او را تروریست اعلام کند از طرف جامعه جهانی یک حرکت تروریستی شناخته شده است، بنابراین برای حکومت ازبکستان هیچ دشواری ندارد. اما قبل از آن که حکومت تاجیکستان شما را اکستریمیستی و تروریست اعلام کند، هیچ جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، هیچ کارشناس بین‌المللی حزب شما را نه در گذشته نه در امروزه همچون یک سازمان تروریستی معرفی نکرده است و این دو خلاصه هست که پروکراتور یونان خودشون بدون آنکه کسی با آنها مواد بدهد خودشون در نتیجه تحقیق به این نتیجه رسیدن. یعنی حالا سوال شما که چرا چه هدف دارد حکومت تاجیکستان این است که میخواد فضا سازی کند و رقیبان خودش را متهم به اکستریمیسم و تروریسم بگرداند، در صورتی که جامعه جهانی نه تنها این را قبول ندارد، برعکس نتیجه منفی بر علیه خود حکومت هم خواهد داد. برای مثال همین دادگاهی که در افین دیروز برگزار شد، حداقل دادگاه عالی یونان، پروکراتور یونان، وکیلان و یک گروه از سازمان‌های یونانی آگاه شدند که در تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری وجود دارد، مردمش مظلوم هستند، حاکمیت سودی مستقل نیست، مردم زندانی‌ها شکنجه می‌شوند. خب حکومت تاجیکستان با آن که نهضت را و نفران نهضت را یا هر گروه دیگری اپوزیسیونی را در جستجوی اینترپول داد و امروز هم دارد پیگیری میکند، تنها به ضرر خودش کار میکند، هیچ نتیجه از این به دست نخواهد آورد. برعکس البته ما نمیخواهیم که این گونه معرفی شویم که جامعه جهانی نهضت را از طریق دادگاه همچون یک حرکتی معتدل بشناسند، ولی مجبور هستیم که در دادگاه از خود حمایت کنیم و حقیقت ها را بگیم. در نتیجه رأی مردم، رأی شنونده ها بر طرف نهضت انجام گرفت و بر ضرر خود حکومت.
در یکی از ادعاهای دیگری از نماینده وکیل تاجیکستان بود، نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، که 6 نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اروپا استرداد شدند. آیا در واقع کسی از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اروپا استرداد شده است؟ نه، تا حالا ما چون یک معلوماتی را نداریم و خودی همون دعواگر هم در مصاحبهش هیچ اسمی نآورده است که این 6 نفر کیا هستند. همون یک اسمی را که آورده است اونم از برادر شاهنعیم کریم هست که در زندان یونان بود و همه میدونستند و دیروز هم آزاد شد. ولی درباره اون 6 نفر ما تحقیق کردیم، هیچ نفر دیگر از اروپا استرداد نشده است، حتی بازداشت هم نشده است. و اصلا برای ما هم اینجا سوال است که چرا نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان و نمایندگان ملت ما در سطح جهانی دروغ میگن؟ حالا این با اونو چی نفع دارد؟ این هم میتواند جزی همون فضاسازی باشد تا اینکه جامعه جهانی را متقاعد کنند که حالا کشورهای اروپایی شروع کردن به استرداد اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان. چون بعد از این مصاحبه چندین از دوستان ما، از وکیلان، از کارشناسان بین المللی زنگ زدن، تماس گرفتن که آیا واقعیت دارد که 6 نفر از اعضای حزب شما را کشورهای اروپایی به تاجیکستان سپردند؟ ما گفتیم نه، این واقعیت ندارد. پس میگن چرا حکومت تاجیکستان این دروغ‌ها را پهن میکند؟ من گفتم که اینو باید خود از مقامات بپرسید که چرا این به این شکل دروغ میگن. اما یک چیزی که در اونجا واقعا واقعیت دارد گفته شد، چون بالاخره ما باید هم اونایی که دروغ میگن دروغشون رو آشکار کنیم و اونایی که واقعیت رو میگن واقعیت ها رو هم باید گفت. یکی از واقعیت ها این بود که درباره آقای شاهنعیم گفته شد و واقعیت دیگر اون بود که درباره اینترپل که واقعا یک رویخط مخفی دیگر پنهان از چشم ژورنالیستان و کاربران عادی وجود دارد در اینترپل که احتمال زیاد دارد اکثری شهروندان تاجیکستان اسمشون در اون روی خط باشد. این به معنی ندارد که از روی خط اینترپل آنها بیرون شدند. برای مثال خود بنده هم احتمال زیاد است که حالا در اون روی خط وجود داشته باشم و در این قسمت من فکر میکنم که نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان حرفشون درست بود. اصلا یک سوالی کمی شاید چیز باشد، حکومت تاجیکستان در این اواخر از اینترپل زیاد استفاده میکنند و برای فشار آوردن به مخالفاش. اصلا همین اینترپل چی است؟ پلیس بین الملل این چی خصوصیتی دارد که حکومت تاجیکستان از این به این شکل دارد استفاده میکنه؟ ببینید، اینترپل یا به اصطلاح پلیس بین المللی یک سازمان بین المللی هست که تنها و تنها حکومت ها عضویان هستند. به اصطلاح دیگر حکومت ها مالک این سازمان بین المللی هستند و هیچ سازمان دیگر، هیچ حزب و گروه و شخصیت دیگر نمیتواند این عضو این سازمان باشد و به اینترپل اسمی را وارد کند یا از اونجا بگیرد. تنها حکومت ها این کار کرده میتوانند و هر حکومتی که اسمی را در اونجا گذاشت مالک این روی خط همون حکومت میشد. یعنی به اصطلاح حتی خود اینترپل هم بدون اجازت حکومت ها نمیتوانند از اون صحیفه خود اسمی را جابجا کنند، تغییر بدهند، مگر اینکه اونم باز با مکانیزم های معین هست، طرف با وکیل بگیرد و دعوا کند و اینترپل متقاعد شود که این اتهام سیاسی است و هیچ ربطی به جنایت های معروف ندارد. اما سوالی که امروز به وجود آمده است این است که واقعا هم نه تنها تاجیکستان، اکثر کشورهای دیکتاتوری از این پلیس بین المللی دارن سوء استفاده میکنن و علاوه این موضوع در سطح جهانی مطرح شده است. در چندین کنفرانس هایی که برگزار شد اینترپل متهم به آن شد که با حکومت های دیکتاتوری همکاری زیچ براه مانده است و حالا سازمان های بین المللی به خصوص سازمان های دفاع از حقوق بشر تلاش دارند که بعضی از بندهای آیین‌نامه اینترپل را تغییر بدهند تا اینکه دستی حکومت‌های دیکتاتوری در پیگیری از مخالفین خودشون از طریق اینترپل کوتاه‌تر باشد. حالا شما که از تاجیکستان مثال آوردید، شاید که تاجیکستان در جهان کشوری رقم 1 از روی شماره شهروندانش در روی خط اینترپل در مقایسه با سرشماری اهالی باشد. برای مثال اگر چین 1.5 میلیارد بیشتر اهالی دارد یا هندوستان 1 میلیارد
بیشتر اهالی دارد. کشورهایی که 100 میلیون 200 میلیون اهالی دارند به مقدار تاجیکستانی 8 میلیونه در اینترپول روی خط ندارند. یعنی تقریبا 1300 نفر از شهروندان تاجیکستان در روی خط اینترپول هستند که به نظر من حتی چین هم این مقدار به اصطلاح جنایتکاری بین المللی ندارد. حکومت تاجیکستان متاسفانه کاری را دارد انجام می‌دهد که ملت تاجیک رو همچون ملت جنایتکار در جهان معرفی میکنه. شما خودتون مقایسه کنید، ملتی که 1300 نفرش در روی خط اینترپول هست، یعنی سطح جنایتکاری در این ملت در کدام سطح باشد؟ باید که 1300 نفرش در اینترپول باشد. در صورتی که چینی 1 میلیارده یا هندوستانی 1 میلیارده به این مقدار جنایتکار به اصطلاح در ناخنک البته در اینترپول ندارند. بنابر همین الکی اکثریت درک کرده ایستادند که حکومت تاجیکستان با هر راه و وسیله علیه مخالفین خودش مبارزه را به راه مانده است، از آن جمله از طریق اینترپول هم. تشکر میکنم استاد از صحبتی خیلی موجز و مفید و امیدواریم که در صحبت‌های بعدی باز موضوع دیگری رو با هم بررسی کنیم و پیشکش بینندگانمون. خداوند نگهبان تو باشد.